به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز و شما را به اولین ویدیوی آموزشی لاراول 12 خوش آمدید میگیم. خب میایم از ستاپ و انستالیشن لاراول 12 شروع میکنیم و میگیم که لاراول چی هست. میریم در قسمت خود لاراول که laravel.com هست و آخرین ورژن لاراول که ما داریم لاراول 12 هست. بالای داکیومنتیشن کلیک میکنیم و این قسمت از انستالیشنش چی میکنیم شروع. اول گفته که خود لاراول چی است. لاراول is a web application framework. یک framework وب اپلیکیشن framework است که framework PHP می باشه. آن تا با PHP چی شده ساخته شده و کارها را بسیار آسان ساخته و یک framework بسیار پاورفول و قوی هست که کارها را بسیار به زودی انجام میده. بخش های سکیوریتی امنیت خودش انجام داده. لازم نیست که ما کد بزنیم و همچنان لاگین، اتنتیکیشن، اوترایزیشن تمام اینا را در خود جابجا داره. همچنان کارهای راوتینگ را بر شما آسان ساخته و همچنان از مدل MVC استفاده میکنه که مدل ویو کنترلر هست که به ادامه دانه دانه اینا رو میفهمیم که مدل چی هست، ویو چی هست و کنترلر چی هست. خب به خاطر انستالیشن لاراول ما پیش از اینکه لاراول را انستال بکنیم در کامپیوتر خود به چند چیز نیاز داریم. اولین چیزی که ما نیاز داریم به خاطر انستالیشنش باید سمت کامپیوتر ما نصب باشه یا ممپ نصب باشه در کامپیوتر ما. وقتی که ایران نصب کردیم بعد از اون ما خود کامپیوتر را باید نصب داشته باشیم در کامپیوتر خود که ایران شما دانلود میکنین و انستال میکنین. بالای دانلود کلیک میکنین و در کامپیوتر خود شما ایران چی میکنین نصب میکنین. و بعد از اون چیز دیگه به نام گیت بش داریم. ایران ما شما باید در کامپیوتر خود نصب داشته باشیم به چیزی که ما از لاراول استفاده کنیم و یک ادیتور یا ایدی که مثل وی اس کد یا وی اس کد بهترین است یا اتم یا هر ادیتوری که شما دوست دارید میتونید از او استفاده کنید، اما فکر کنم وی اس کد بهتر باشه. میتونید شما از این استفاده کنید. به خاطر کمپوزر اینجا یک باریکی داره که اول باید زم را نصب کرده باشین. بعد از زم کمپوزر وقتی که شما اینستال میکنین باید کمپوزر اینجا ببینیم داریم فکر کنم. خب وقتی که کمپوزر رو در وقت انستالیشن شما باید پت امی زمپ انتخاب بکنین. به صورت پیشفرض پت برای شما میاره، چک باکس رو چک میکنین و نکست میگین. البته باید اینترنتتون هم فعال باشه چون فکر کنم 1-2 MB اینترنت ضرورت داره به خاطر انستالیشنش. دیگه وقتی کار رو انجام شد میریم در قسمت انستالیشن خود لاراول. در داکیومنتیشنش هم برای شما انستالیشنش گفته. وقتی که در پایین بیایم ببینید اینجا برای ما گفته که if you don't have PHP and Composer installed on your local machine, the following command will install: PHP Composer and Laravel installer on Mac or Windows or Linux. شما PHP و کامپوزر در کامپیوتر خود لوکال یا انستال ندارین، میشه که شما از این کماند استفاده بکنین. این کماند بر شما چی میکنه؟ کلش نصب میکنه. و اگه شما از ویندوز استفاده میکنین این کماند، اگه ماک استفاده میکنین این، و اگه لینکس استفاده میکنین این. خب فعلا ما به این ضرورت نداریم چون ما قبلا زامپ و کمپوزر و اینا رو نصب کردیم. بعد میایم لاراول گلوبالی در کامپیوتر خود نصب میکنیم. به خاطر گلوبالی در کامپیوتر خود لاراول رو نصب بکنیم ما شما از این کماند استفاده میکنیم. در صفحه cmd میریم رن میکنیم که composer global require laravel slash installer. میگیم که composer require laravel slash installer. وقتی که شما کلیک کنین این برای شما چی میشه؟ یه گلوبال از یادم رفت. خب گلوبال به شکل میه ولی بالا این طرفش رو بودیم لاراول را در کامپیوتر ما و شما به صورت گلوبالی نصب میکنه. وقتی که این کار انجام شد، ما این کار قبلا انجام دادیم، لازم نیست دوباره انجام بدیم در کامپیوتر خودم. بعد از شما میایین از انستنس یا آبجکت از امی خود چی استفاده میکنین؟
اپلیکیشن لاراول استفاده میکنیم، به خاطر بتونیم اپلیکیشنش نصب کنیم. به خاطر باز میگیم که لاراول فاصله نیو یک انستنسش مثل object oriented دیگه تقریبا و نام پروژه رو میدیم. مثال میگیم که my laravel. خب این حال در کجا میخوایی را نصب کنی؟ باید در اون دایرکتوری از قبل بری. به طور مثال ما میخوایم در روی دسکتاپ نصب کنیم، پس ما میریم در دایرکتوری دسکتاپ خود. حال میگیم که laravel new my laravel، هر نامی که باشه، مثلا میگیم که project یا هر چیزی دیگه، این طرف فشار میدیم. خب وقتی که برای اولین بار شما یک کار انجام میدین و این طرف فشار میدین، میبینید Laravel is not recognized as internal or external command. چرا این قسم میگه؟ به خاطر که ما پتازیر برش معرفی نکردیم. پس این پتازیر در کجا هست؟ پتش میریم در قسمت درایو سی و یوزرز. در داخل یوزر دان میرین، اپلیکیشن دیتا رو پیدا میگیرین. اگه غیر فعال بود شما میتونید در ویو برین، از قسمت مور آپشن و همچنان هایت آیتمز را فعال بکنید چون از فعال است. اگر شما فعال نبود اپلیکیشن دیتا را برای شما در اینجا نشان نمیده. اگر ویندوز 10 بود در قسمت آپشن داریم، بالا آپشن شما کلیک کنید و از قسمت میتونید که آیتم هایتون فعال بکنید. بالا اپلیکیشن دیتا کلیک میکنیم و بینک، کمپوزر، وندور و همچنان بین. وقتی بالا ایزی کلیک کردین اینی پت بالا که هست اینا ما چی میکنیم؟ کاپی میگیریم. وقتی کپی کردیم شما میتونید برین در قسمت environment variable sysdm.cpl. وقتی گیر بزنید مستقیم شما را به اینجا میبره، یا ای که روی صفحه دسکتاپ یا پی سی کلیک کنین، راست کلیک کنین و برین در قسمت پراپرتیزش و هم شما را به اینجا میاره. میایم advanced environment variable، یک نیو پت میسازیم، اینجا ایره پیست میکنیم و نامش رو میمونیم مثلا پت. اوکی و اوکی و اوکی. خب حالا پت ما چی شد؟ ساخته شد، درست شد. اینا لیره یک بار چی میکنیم؟ سیمدی خود بسته میکنیم، دوباره باز میکنیم، میگیم که laravel new project. خب ببین حالا لاراول ما کاملا کار میکنه، آماده نصب شدن است. میگه از قسمت استارتر کیت انتخاب بکن. هیچ استارتر کیت انتخاب نمیکنیم، این طرف فشار میدیم. دیگه تستینگ هم ما شما فعلا کار نداریم، ایرام انتر میکنیم و ببینین creating laravel / laravel project at project dot. این طریقه اول و آسانش بود که وقتی که شما یک بار گلوبالی در کامپیوتر نصب بکنین، دیگه هر بار از این کمند ساده laravel new نام پروژکت تون میدین و استفاده میکنین. و طریقه دیگهش ای هست که من یک صفحه CMD دیگه هم باز بکنم، CD desktop، و میایم یک قسمت برش میگیم که composer. اگر شما به طور مثال نمیخواین که گلوبالی در کامپیوتر انستال بکنید و هر بار از خود کور لاراول انستال بکنید لاراول اپلیکیشن تونه، این composer create dash project laravel / laravel. وقتی که شما انتر را فشار میدین، این هم چی میکنه؟ اپلیکیشن لاراول در داخل یک دایرکتوری به نام لاراول برای شما دانلود میکنه. ما ایره در داخل چی نرفتیم؟ فکر کنم دایرکتوری دسکتاپ نرفتیم، به اون خاطر برای شما ایره در داخل یوزر بنام عبدالسلام نصب میکنه. ببینید فولدر بنام لاراول آمده، نصبش تکمیل هم نشده و وقتی که به بالا کلیک بکنید درایو سی و ایرز عبدالسلام بنام پروژکت، اینجا باید یک فولدر از قبل ساخته شده باشه. پروژکت بالا کلیک کنید، تمامی
فایل ها و فولدر های لاراول رو در این قسمت قرار میگیره. خب فعلا اینو ما کنسل میکنم و میگیم که از طریق ازمی باید نصب شود. اینو ما کنسل میکنم و کلوز و ایران دلیت. بعد میخوام در این صفحه دسکتاپ ما ببینیم به این شکل نصب میشه. خب اپلیکیشن ما هم نصب شد و در ویدیوی بعدی انشالله میبینیم که معرفی میکنیم فایل ها و فولدر های از لاراول اپلیکیشن که هر کدام از اینا چی کارها انجام میده و همچنان استفاده میکنیم و پیش میریم. اگر از ویدیو ما خوشتون آمده باشه ویدیو ما را لایک کنین، سابسکرایب بکنین و شیر بکنین تا ما بیشتر تشویق شیم و ویدیوهای خوبتر و بیشتر با شما اپلود بکنیم. سلامت باشین، وقت شما بخیر.